از تجربه کارمندی من تو دفتر ازدواج، قسمت اول. عروس و داماد موقع عقد باید 18 تا بند رو امضا کنن و جالب اینه که خیلی وقتا نمیدونن این 18 تا بند برای چیه. چون خانوما به صورت قانونی حق طلاق ندارن، این بند برای دفاع از حقوق خانوماست که بتونن طلاقشون رو بگیرن. مثل وقتایی که آقا زندان میره یا اعتیاد داره یا شرایطی مثل این. تو یکی از این عقدایی که داشتیم ثبت میکردیم یه دومادی داشتیم که بند 7 عقدنامه رو امضا نمی‌کرد. عروسم از این عروسای رویایی بود که اینجوری که وای مهم نیست عزیزم، امضا نزن، اشکال نداره که. ما هم این وقتا حداقل به پدر عروس میگیم که یکی باشه که بتونه اون وسط منطقی فکر کنه. آقا اینجا بود که یهو آقا دومات شروع کرد هوشیگری کردن. ببین داد میزد، خانم بود و خانم دیرمون شده، خانم نمیدونم ما رو از کار انداختین فلان انداختین، که یهو پدر عروس شروع کرد نه تا تمامشو امضا نکنی نمیذارم عقد بخونم. آقا دومات بنده رو امضا کرد در نهایت، اما این امضا شدن به خاطر این نبود که خودش میخواست این کار انجام بده، به خاطر آگاهی پدر عروس بود و واقعا اگه فرصت داشت سوء استفاده میکرد و اون کارو نمیکرد. خلاصه که عزیز دلم، حداقلی ترین کاری که قبل ازدواج باید انجام بدی اینه که یه آگاهی نسبی داشته باشی، اونم تو این مملکتی که به راحتی حقوق خانم‌ها رو زیر پا میذارن. توی قسمت بعدی هم راجع به یه عروس خانم میگم که اون میخواست سر دوات و کلا بذاره.